قسمی سه رو دوام کنیم. دو سوالی دیگرگون بود همون رو کار کردن خواستم. سوالی 34 برای کدام قیمت های تغییر یابنده کسری داده شده، یعنی 2x minus 3 تقسیم 5 و minus 2 minus 1 3 یا minus 5 برابر میشه. یعنی شما همیشه باید قیمت تغییر یابنده رو یابین که با این عدد ها برابرن. یعنی چه کنیم؟ این یک نمونه کارکنی مدل است. ما میدونیم مدل چیکار کنیم؟ بیاین نویسیم. یعنی از شما میپرسد که 2x minus 3 تقسیم 5 کی برابر minus 2 میشود. و این رو باید کار کنیم. چه کار میکنیم؟ ضرب تناسبی میکنیم. 2x minus 3 برابر minus 10 و 2x minus 3 رو به طرف راست میگیرم. minus 7 میشد. x برابر minus 7 تقسیم 2. اگر من به جای x minus 7 تقسیم 2 رو مونم، جواب من به minus 2 برابر می شود. این قسمی A بود. قسمی B کی به minus 1 برابر می شود؟ با هم خیلی کار کرده میتونیم. 2x minus 3 تقسیم 5 برابر minus 1 و چیکار میکنم؟ ضرب تناسبی 2x minus 3 برابر است به minus 5. 2x minus 3 رو با طرف راست میگیرم minus 2 و x برابر minus 1. یعنی به فکرم فهم است برای و و g با همین طرز باید کار کنیم. یعنی برابر میکنیم با قیمت تغییر یابنده رو میابیم. سوالی نوبتی سوالی 35 است. از اینجا با ما میپرسد که نشان دهید که برای کدام قیمت های تغییر یابنده قیمت کسری مثبت است، منفی است، غیر منفی، غیر مثبت. نمیدونم برای چی خیلی برای فهمیدن کلمه رو با فکر پرسیده. یعنی غیر منفی چی است؟ مثبت. یعنی مثبت هم میتونیم شما باید فهمید غیر مثبت چی است؟ منفی. یعنی دو نمود سوال در اصل کی منفی میشه و کی مثبت. نیا میکنیم به اول. یعنی شما فکر کنید x کوادرات دارم و جای x همه این عددها رو مونده میتونم. هم مثبت مونده هم منفی. لیکن ما میدونیم که کوادرات چی است؟ کدام که عدد نمونه جای x خاص کنم کوادرات هم مثبت هم جواب ما هم وقت مثبت میشود. یعنی در اینجا من چی گفته میتونم؟ برای همه عددها قیمت های تغییر یابنده x ifade ما هم وقت مثبت است. یعنی همه وقت دویمش نگاه میکنم. کسری دارم در مخرج minus 2 در اینجا y کوادرات جمع 1 دارم با کوادرات دارم. یعنی جای y من چی که نمونه جوابی صورت هم وقت مثبت میشه لیکن در مخرج منفی دارم. یعنی کسر همه وقت منفی میشه. اینم همه وقت برای همه عدد ها همه وقت میشه. برای همه عدد ها بیایم نفستر میشه جای همه وقت. در اینجا نگاه کنم در قوس x minus 1 دارم. جای x چی که نمونه هم منفی هم مثبت. این کوادرات اون رو مثبت میکنه. یعنی مثبت تقسیم 10 هم وقت به مثبت تبدیل می‌یابد چون که مخرج هم مثبت است. یعنی برای همه عددها این ifade ما مثبت است، غیر منفی است. و آخر آن را دیده میبریم y جمع 2 در کوادرات سرعت جای y چی که نمونه دیگر رنگ رو انتخاب کنم. برای g سرعت هم وقت مثبت است چون y چی که نمونه کوادرات مثبت میکنه. اکنون مخرج مینوس بیرون یعنی y کوادرات هم وقت مثبت میشود لیکن در پیشش مینوس است. مینوس 1 ifade با مینوس 4 مینوس 1 ifade چه کنم یک رقم a میبینم مخرج هم وقت منفی است. پلوس تقسیم مینوس هم وقت جواب ما منفی است. یعنی برای کدام قیمت های تغییر یابنده y این منفی می باشد در سوال میپرسد. برای همه عددهای برای همه قیمت های تغییر یابنده y جواب ما منفی می شود.